سلام بچه، امروز پنجشنبه است. میخواستم بهتون نشون بدم یه روز آخر هفته تو زندگی من چجوریه. اول از همه اتاق هم مرتب کردم به خاطر اینکه خیلی به هم ریخته بود و بعدش هم نوبت قهوه است چون بدون قهوه نمیشه هیچ کاری کرد. بعد برنامه کل اون روزم و کاری که میخواستم انجام بدم و نوشتم و شروع کردم به انجام دادن اولین کارم. بعدش شروع کردم به ضبط کردن کلاس‌های آفلاین، اما تو موقعی که کلاسام داشتن ادیت می‌شدن ماشینم بردم کارواش و اونجا هم مقاله‌مو خوندم، پس 2 تا کارم جلو افتاد. بعد از اینکه برگشتم خونه تعیین سطرها و پیام‌های آکادمی رو جواب دادم و بعدش نوبت کلاس‌های آنلاینم هستش. بعد از این کلاسام تموم شد، یکم ظرف بود که شستم، یه اسنک برای خودم درست کردم و پای سریالم نشستم، همزمانم به یه سری از زبان آموزام و همکارام پیام دادم و بعدش نشستم پیام‌های محبت آمیز شما رو خوندم که کلی ازشون انرژی گرفتم. بعدش هم که دیگه نوبت کار آخر شب و خوابه. مرسی که تو این ولاگ با من همراه بودین. بای.